مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، بر گلستان دل پیک نوید آمده. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، بر گلستان دل. نمازهای عید یعنی عید رمضان و قربان نزد اهل سنت 2 رکعت است و طریقه ادای آن چنین است. اولا نیت که جای آن قلب است، یعنی با دل قصد میکند که 2 رکعت نماز عید قربان یا عید رمضان همراه امام میگذارد. بعد از تکبیر گفتن امام، یعنی تکبیر گفتن امام برای تحریمه، تکبیر گفته دستها را بندد و بعد از ثنا، یعنی بعد از خواندن سبحانک اللهم، امام 3 بار تکبیر گفته دستها را برابر گوشها می بردارد و مقتدی نیز پیروی کرده بعد از هر یک تکبیر امام تکبیر گفته دستهایش را برابر گوشها می بردارد. بعد از آن امام به مثل دیگر نمازهای فرض سوره فاتحه و ضم سوره کرده رکوع و سجده می کند و به رکعت دوم برمیخیزد. در رکعت دوم امام اولا سوره فاتحه و بعد از آن ضم سوره می کند و بعد از آن 3 بار تکبیر گفته دستها را برابر گوشها می بردارد و تکبیر 4م را گفته بدون دستها را برداشتن به رکوع می رود و با قاعده مثل دیگر نمازها نماز را ادا می کند. مقتدی در همه حال امام را پیروی می کند مگر وقتی قرائت سکوت می کند. خلاصه این است که نماز عید مثل دیگر نمازهای 2 رکعتی ادا کرده می شود. تنها فرق همین است که در نماز عید 6 تکبیر دیگر گفته می شود و در هر یک تکبیر دستها را برابر گوشها می بردارد. 3 تکبیر در رکعت اول بعد از خواندن سبحانک اللهم و 3 تکبیر دیگر در رکعت دوم بعد از ضم سوره و پیش از رکوع. این تکبیرها واجب بوده آنها را تکبیرات زوائد می گویند. بعد از سلام دادن امام 2 خطبه می خواند و با همین نماز ادا می شود.